سلام به همه، امیدوارم خوب باشین. خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من. خیلی اتفاقی و در اثر یه کالینگی تصمیم گرفتم که این در واقع ویدیوها رو سری ویدیوها رو شروع بکنم به واسطه جرنی و سفری که توی زندگیم در واقع داره اتفاق میفته. And I felt called to do that. Like basically من احساس کردم که در واقع یه چیزی هست که من رو صدا میکنه که این چیزها رو با بقیه که شنوا هستن و دوست دارن بشن من شیر بکنم. بنابراین خوشحالم که اینجا این مرسی که همراهین و امیدوارم که این رشته ویدیوها که از اینجا قراره به جاهای خیلی هیجان انگیزتری برسه به شما خیلی کمک بکنه و اگر یک چراغ کوچیکی توی ذهن کسی روشن بکنه همین واسه من کافیه و امیدوارم که بتونه در واقع اگر خدمتی هست این ویدیو به کسی بکنه. چیزی که امروز تصمیم دارم که در موردش صحبت بکنم چون یک چیزیه که یک سفر جدیدیه که خودم باهاش درگیر هستم و توش هستم الان دقیقاً نزدیک 7-8 ماهه در مورد وزن کردن و کاهش وزن در واقع بدنه. جرنی که برای خیلی ها جرنی بسیار سختیه و به سادگی امکان پذیر نیست. آدم ها میان وارد رژیم های خیلی سنگین میشن، خیلی به خودشون سخت میگیرن، بعد رهاش میکنن، وزن کم میکنن، وزن اضافه میکنن و مثل یک در واقع توپ پینگ پونگی بین این مسیرها کلا در حال رفت آمدن و احساس میکنم که به عنوان کسی که در عرض این 7-8 ماه تقریبا نزدیک 13 کیلو کم کردم دوست دارم که در واقع نتیجه تجربیات خودم رو تو این مسیر در واقع باهاتون شیر بکنم و امیدوارم که بتونه کمک بکنه. چیزایی که به خودم حداقل خیلی کمک کرد. اولین چیزی که دوست دارم راجعش صحبت بکنم اینه که به نظرم یکی از عوامل خیلی مهمی که رابطه ناسالم ما رو با غذا ایجاد میکنه عواملیه که توی محیط داره از ما انرژی میگیره. پارتنر بد ناسالم، محیط کار ناسالم، رئیس بد، جمع‌های دوستانه یا حتی فامیلی در واقع انرژی بر و انرژی گیر که انرژی شما رو در واقع بیشتر از اینکه به شما انرژی بده از شما انرژی حیاتتون، لایف فورستون، چی رو ازتون میگیره و شما رو خیلی بی انرژی میگذاره و نتیجتا شما وقتی به خونه برمیگردید، به محیط امنتون برمیگردید، به غذا پناه میبرید به این خاطر که غذا در واقع بهتون کمک میکنه که اون انگزایتی، استرس و اون فشاری که روی در واقع اعصابتون رو کمتر بکنه و بهتون کمک بکنه. یه جورایی در واقع فود میشه کامفورت که شما بهش پناه میبرید. نکته اولی که به من در این زمینه کمک کرد که حالا حتما توی ویدیوهای بعدی بهش اشاره میکنم در واقع حذف این عوامل انرژی بر و انرژی گیر توی زندگی من در واقع یا حداقل رسوندنشون به یک تعادلی که دیگه اونقدر از من انرژی نگیره. و توصیه‌ام به همه کسایی که توی این مسیر هستن اینه که اگه واقعا با این مسیر درگیرید و اگر نمیتونید بالانسی توی در واقع غذاتون ایجاد بکنید، یکی از دلایلش ممکنه این باشه که از دلایلش اینه که چیزهایی توی زندگیتون هست که داره از شما انرژی میگیره. بنابراین اگر میتونید کاری در موردش انجام بدید، اگر میتونید قطع یک سری از روابط بکنید، اگر میتونید شغلتون رو عوض بکنید، اگر میتونید توی در واقع رابطه ناسالمی هستید که میتونید در واقع کمش بکنید، قطعش بکنید، کنارش بگذارید به هر شکلی که در توان فعلی شماست، در واقع به شما کمک میکنه که خیلی در واقع اون انرژی که شما میخواین با فود به بدنتون برگردونین رو اصلا کلا توی بدنتون حفظ کنید و ازتون نره که بخواد دوباره در واقع با خوردن غذاهای ناسالم و اسپشالی وقتی که خب خیلی انرژیمون پایینه اولین چیزی که بهش رجوع میکنیم شکره که خب هممون میدونیم که یک سمه که وارد بدنمون میکنیم ولی خب خیلی طبیعیه که این کار بکنیم و میخوایم در واقع با رسوندن اون شوگر به بدنمون به خودمون کمک بکنیم که انرژیمون بیاد بالا و بعد باز دوباره این چرخه گیلت و پشیمانی خوردن که هممون میدونیم که چقدر چرخه ناسالمی هست.
و بنابراین اولین قدم change your life. اگر میتونی جابتو عوض کنی، محیط در واقع شغلی تو عوض کنی، اگر میتونی اطرافیانت رو اگر دوست نداری بدارن ازت انرژی میبرن در واقع تغییرشون بدی و باهاشون قطع ارتباط بکنی، توی رابطه ناسالمی هستی کمش بکنی، از بینش ببری و هر چیزی که بهت کمک بکنه که در واقع اون انرژی که داره ازت سوک میشه و کشیده میشه در واقع بهت برگرده، که تو نیازی نداشته باشی که با خوردن غذاهای ناسالم رو دوباره به خودت برگردونی. و نکته بعدی اینه که وقتی که اگر که نمیتونیم اون تغییرات رو به صورت اساسی توی زندگیمون ایجاد بکنیم که مثلا کارمون رو عوض بکنیم یا هر چیزی، حداقل بهشون آگاه باشیم. یعنی بدونیم که اینها دارن از ما انرژی میبرن، از ما انرژی کم میکنن و در واقع جلوی این سوخت رو بگیریم، جلوی این سوخت در واقع زیاد رو بگیریم. مثلا بدونیم که آقا من اگر همکارم داره اینو به من میگه و من اینو دارم به خودم میگیرم و این داره من تریگر میکنه، من اجازه ندم که بیش از اندازه ازم انرژی بره، اجازه بدم که در واقع ذهن آگاهی بکنم و اجازه بدم که همه چیز از من عبور بکنه و در خودم ذخیره نکنم. بنابراین یا حذف اون عوامل و یا در واقع آگاه شدن بهشون. کلا آگاهی مثل یک چراغه که همیشه توی تاریکی غلبه میکنه، به در واقع نور همیشه راه خوش رو پیدا میکنه. بنابراین آگاه بشید بهشون و اجازه ندید که ازتون خیلی انرژی. نکته بعدی، اگر که واقعا این کارو کردین، یعنی کامفورتتون فود شد به هر دلیلی و رفتید و پرخوری کردید، شوگر زیاد خوردید، در واقع غذاهایی خوردید که نباید میخوردید، با خودتون مهربون باشید. اجازه ندید که وایسید در واقع توی اون چرخه گیلت و شرم و احساس گناه بیفتید و خودتون رو اذیت بکنید، به خاطر اینکه به نظرم اون به شدت حتی از اون غذا بیشتر آسیب میرسونه به بدنتون. یعنی چون من خودم کسی بودم که توی این چرخه بودم و میدونم که چقدر این چرخه آسیب در واقع زننده است به بدن، بهتون واقعا این توصیه رو میکنم که این کار به خودتون نکنید، چون اون به مراتب از شوگر و غذای ناسالم به بدنتون بیشتر آسیب میرسونه. نکته بعدی به نظرم نکته خیلی مهمیه، شاید نمیدونم شاید کمتر کسی واقعا به این چیز اشاره کرده باشه. به نظر من، یعنی حداقل چیزی بود که در مورد من خیلی سازگار بود، به نظر من بخش زیادی از وزنی که ما میگیریم اصلا مربوط به غذا نیست. بوم. یعنی بخش مهم و خیلی اساسی صحبتم اینه، چون من اینو در مورد خودم متوجه شدم و میدونم که چقدر در مورد خودم سازگار بوده و فکر میکنم این در مورد خیلی از در واقع آدم ها سازگاره. بخش زیادی از وزنی که ما داریم اینفلیشنه توی بدنمون، ورمه، و این ورم ها به خاطر انرژی های استاک شده و اتفاقات استاک شده توی بدن. اگر که آدمی هستید که people pleaser هستید، اگر که آدمی هستید که حرف مردم واسهتون خیلی مهمه، اگر آدمی هستید که خودتون رو دوست ندارید، اگر که با یک در واقع اتفاقی تو زندگیتون انقدر درگیرید که داره خیلی ازتون انرژی میگیره، تمام اونها، تمام این اتفاقات در واقع انرژی برنده، تمام این انرژی های استاک شده و گیر افتاده توی بدن و همه اون ایموشن های ریلیز نشده و رها نشده به شما، به بدن شما اینفلیشن میده. به خاطر همینه که خیلی از ماها وقتی شروع میکنیم به سلف لاو و شروع میکنیم به خوردن سالم، متوجه میشیم که اول سایز کم میکنیم، یعنی وزن کم نمیکنیم و این سایزه یعنی اینفلیشن بدنتون داریم.
یعنی که تو داری از بدن تکر میکنی و بدنت داره همه اون چیزهایی که حالا به هر شکلی تو بدنت استاک شده داره کم کم ریلیز میکنه و هر چی تو مسیر شفا بیشتر پیش میرید، هر چقدر که بیشتر خودتون رو دوست می‌دارید و بیشتر با خودتون رفیق میشید و بیشتر شروع میکنید به رها کردن خودتون از همه قید و بندهایی که تو زندگی خودتون واسه خودتون ایجاد کردید و هیچ کس دیگه ایجاد نمیکنه به جز خودمون، ما کم کم شروع میکنیم به در واقع رها کردن این انرژی های استاک شده توی بدن. بنابراین بخش عمده ای از در واقع مسیر رسیدن به یک تعادل در خوردن و وزن کم کردن از خودشناسی میاد. از هیچ در واقع جمله و لغتی بهتر از این نمیتونم براش اطلاق کنم. خودشناسی، اینکه خودتون رو بشناسید، بفهمید که در واقع تو زندگی چقدر دارید به خودتون ظلم میکنید با همه بندهایی که توی زندگی به دست و پای خودمون بستیم و خودمون رو اذیت میکنیم و از همون انرژی میگیریم و سعی بکنیم این ایموشن های که خیلی هاشم اصلا ممکنه مال ما نباشه، حالا راجع به این مفصل صحبت خواهم کرد توی ویدیوهای بعدی، که در واقع generational trauma یا در واقع همه اون انرژی هایی که حتی در واقع مال ما هم نیست، پین هایی که مال ما هم نیست ولی توی بدن ما هست و باعث میشه که در واقع بفهمیم که دلت واسه خودت اول بسوزه که چقدر ظلم داره میشه در حق من، چقدر من زندگی رو باختم با این چیزهایی که دست و پام رو بسته و میتونم از خودم رها بکنم، آزاد بکنم و کم کم شروع کنید دونه دونه این بندها رو از پا باز کردن و خودت رو رها کردن. و شفا به معنای واقعی فقط با خودشناسی و سلف لاو اتفاق میفته. هر چقدر از سلف لاو دوست داشتن خودتون بهتون بگم واقعا کم گفتم. به عنوان آدمی که بزرگترین مشکل زندگیش این بوده، اینو خیلی خالصانه خدمتون میگم که با خودتون رفیق باشین. هیچ چیزی تو زندگی به اندازه این بهتون کمک نمیکنه. خیلی خیلی مفصل‌تر راجع به همه چیز صحبت خواهم کرد. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. امیدوارم که اگر که حتی یک چراغ کوچیکی توی ذهنتون روشن بشه با شنیدن این حرفا، همین واسه من کافیه. با عشق و نور نماسته و امیدوارم که دنیا به کامتون بگرده.